درود به شما. نفری در کوچه از مردم پرسان می شد: شماره خدا را نمی دانید؟ رقم خدا را نمی دانید؟ چگونه با خدا تماس گرفتنش را؟ مردم در حیرت می ماندند. نزد این می رفت، نزد آن می رفت. در حقیقت سوال عجیب است. شماره خدا را می جوید. مردی گفت که من می دانم. نزدم بیا. آمد گفت چی شد به تو؟ گفت میخواهم شماره خدا را پیدا کنم تا با خدا در تماس باشم. گفت بنویس: 4 10 باز 4 5 9. مرحمت. چی فهمیدید؟ در کامنتاریا بنویسید هر چی که فهمیدید. خدا نگهبانتان.